بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این دست روی یک ابزار خیلی کاربردی و مهم در برنامه الستراتور کار میکنیم که عبارت است از پنتول. ما در برنامه ادوبی الستراتور دو نوع پنتول داریم، یکی کرویچر است و یکی پنتول ساده است. فقط بخاطر پنتول ساده پی است و بخاطر کرویچر است شفت است. شفت و علامت مد میتونید که از اون به شرکت همین پنتولا رو باز بکنیم. خب فعلا کار روی خود پنتول میکنیم. اگر شما میخواین یک شکل را داشته باشین، خودتون دیزاین بکنین و نقاط دلخواهتون روش داشته باشه، میشه که از پنتول استفاده کنید. مثلا یک شکل هست که در شیپ تول موجود نیست و شما باید رو دیزاین بکنید به حیث یک شکل، شما از پنتول استفاده کردن میتونید. و پنتول کارش است که نظر به نقاط خط میکشه و هر نقطه را به یک خط دیگه با یکی دیگه وصل میکنم. و این دو نوع است که به شکل کرو است، که به شکل انکور پوینت است. اگر به شکل انکور پوینت که استفاده بکنین نقاط شکسته می باشن، اما اگر به شکل کرو تبدیل بکنین اینا منحنی تر میشن و به شکل منحنی می باشن و صافتر میشن، شکسته نمی باشن. و خود پنتول دو نوع دیگه داره که از انکور پوینت است که نقطه گذاری میکنین، نقاط جدید بهش اضافه میکنین، میتونین شما روی از کار بکنین و نقاط رو تغییر بدین. مثلا اگر یک نقطه گذاری بکنین نقطه جدید ایجاد میشه به این شکل. میتونین نقاط جدید اضافه بکنین یا میتونین نقاط جدید که اضافه کنیم نقاط قبلی که داشتیم رو منفی، مثلا این نقطه میگیم نباشه و این نقطه هم نباشه، مثلا این نقطه هم نباشه، این نقطه هم نباشه، میتونین پاکش بکنین. خب و دیگه کار که میتونیم انجام بدیم از طریق خود انکور پوینت تول میتونیم که نقاط جابجا کنیم. مثلا این نقطه به شکل این نقطه رو میگیم که تغییر بخوره، حالتش مثلا به این شکل باشه، یا میتونیم اینا رو به این شکل نقاط منحنی بکنیم. این نقاط منحنی میسازه به این شکل. مثلا ببین ما یک شکل ساختیم کاملا منحنی است. مثلا اگه نقاط شکستان داره میتونیم منحنی بسازیم به این شکل، نقاط منحنی شد. و کار دیگه که میکنیم کرویچر پنتول است که خودش نقاط منحنی میسازه. ببینیم یک نقطه که ساختین شما با نقطه بعدی هم به شکل منحنی میباشه، نقاط به شکل منحنی وصل میکنه و هیچگاه نقاط از شکسته نمیشه، میشه وقت منحنی است. هر دیزاینی که داشته باشین، هر چیزی که بپیچین، باز هم نقاطمون منحنی است، شکسته نمیشه به این شکل. و شما میتونید شکل‌ها رو فرمت مثلا میتونید که رنگشون تغییر، مثلا رنگ آبی باشه این شکل ما باشه رنگش، رنگ از این شکل ما باشه مثلا سیاه، این شکل ما رنگش باشه مثلا نارنجی به این شکل. میتونید که هم با اونا رنگ تعریف بکنین، هم میتونید که باردر تعریف بکنین، هر شکل هر دیزاین دقیقی که داشته باشید روی اینا کار بکنین. و دیگه میتونید که خود پنتول هم به شکل کار بکنید. مثلا اگر شما خود پنتول داشته باشین، وقتی که یک نقطه رو میسازیم و او رو کش میکنیم به شکل کرو میشه به شکل. هر جا نقطه‌ای که میگذاریم او رو کش میکنیم به شکل کرو میشه و میتونید شما این رو تنظیم بکنید که چقدر کرو باشه، چقدر منحنی باشه، چقدر نباشه، مثلا به شکل و هم به شکل. ببینید ما یک شکل تانستین که بسازیم.